پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد مسجد الحرام و مسجد هذا و مسجد الاقصی. بجز بسه مسجد به دیگر مساجد به خاطر زیارت کردن رحلت کرده سفر کرده نمیشه. زیارت مسجد فقط بسه مسجد. اولینش مسجد الحرام در مکه مکرمه است که در اینجا عمره هست و حج است و همش اینجا است. بعد از این مسجد پیامبر گفتن اینی من مسجد نبوی در مدینه منوره و بعد از این مسجد الاقصی. برای همین نماز گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم الصلاه فی مسجد الحرام یک رکعتش به مانند چی است؟ که الف صلات 100,000 100,000 رکعت که برابر است. یک رکعت نماز در مسجد الحرام در مکه در گرد اطراف کعبه. اما یک رکعت نماز در مسجد النبوی روایت هست 1000 لیکن روایت صحیح تر 500 رکعت که برابر یک رکعت. و مسجد الاقصی یک رکعت نماز در روایت 500 لیکن قولی با روایت صحیح ترش قوی ترش 25 رکعت. و اینها دو اخلاق خودش دارد. بخصوص کعبه بگیم وقتی که رفتید به مسجد الحرام در مکه حتما باید طواف کنید. حتی علما میگن که وقتی که به مسجد الاقصی رفتید به مسجد الحرام به مکه مکرمه رفتید پیش از تحیه مسجد خوندن اول شما میروید طواف میکنید بعد تحیه مسجد میخونید. خصوصا اولین مراتب وقتی رفتید باشید. بارک الله فیک. نو رفتید اولین بار بعد از یک مدت زیادی 7 طواف میکنید. از حجر الاسود شروع میکنید و 7 مراتب تا حجر الاسود. هر باره که حجر الاسود روبرو شو میشید دستون میبردارید سلام میکنید و بعد از این در درون یگان ذکر مخصوصی نیست لیکن دعا میکنید ذکر میکنید حمد میگید و بعد از این که تمام میکنید آب زمزم مینوشید دعا میکنید زیرا که پیش از آب زمزم نوشیدن هر دعایی که میکنید دعای شما قبول است. ما زمزم لمن شرب له میگم پیامبر. آب زمزم به همه اون چیزی که نوشیدید همون است میگه قبول میشه دعای شما. بعد از این در پشت مقام ابراهیم نماز 2 رکعت نماز میخونید. کمی دورتر شرط نیست که در پشت یعنی از عقب همین دورتر باشد همه جای خالی 2 رکعت نماز میخونید. اگر عمره کردنی باشد و احرام داشته باشد بعد صفا و مروه این شروع میشه. اما در مدینه وقتی که رفتید آداب و اخلاق مدینه همین است که میروید اول به زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم به زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. دروازه وجود دارد میدروید از اون طرف از طرف غرب میدروید به طرف شرق دروازه است از غرب میدروید به شرق آهسته وقتی که به نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم میروید روبروش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگید. سلام بر شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگید و بعد از که سلام دادید میگید که اللهم انی اشهد انه بلغ الرساله و ادى الامانه و جاهد فی الله حق جهادی. ای الله من شهودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم امانت رو رسونید و ادى الامانه رسالتی که تو به رسول الله دادی این رسالت رو رسونید امانت رو رسونید و در راه دین تو جهاد کرد به خاطر رسوندن این دین. و بعد از این اللهم صل علی اللهم بارک علی میگه میبره. بعد از این حضرت ابوبکر سلام میتید و عینا من شهادت میتیم که دین الله رسونید امانت رسونید و به دین الله جهاد کرد میگید هر سه ابوبکر میگید میبره. بعد از این شما آزادید. بعد از این به مسجد میدارید 2 رکعت نماز میخونید ذکر میکنید بعد تمام. اما جایی که در مسجد النبوی فضیلت دارد بارک الله فیکم این چی است؟ جایی که فضیلت دارد این مکان رو نامش رو روضه میگن. روضه مسجد قدیمی پیامبر حالا وجود دارد صوفه هم وجود دارد در پشت خانه پیامبر در پهلوی امو خانه پیامبر مسجد کمی پیشتر کرده مسجد کمی به پیش رفتگی است لیکن مسجد قدیم پنجره و معروف همه نماز میخواند پیشتر آسانتر بود فهمیدنش
مسجد پیامبر رو گلیمش سبز بود، اما دیگر منطقه ها گلیمش سرخ بود. حالا همه گلیم رو یک نمود سبز کردن، برای فهمیدنش مشکل است. مسجد قدیم بالاخره ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه گفتن پیامبر. مسجدی که بین خانه من و بین منبری من است گفتن، همین منطقه مسجد باغی از باغ‌های جنت است. در همین جا نماز خوندن فضیلتش با زیادتر است، در این جا ایستادن با زیادتر است و بالاخره این یک جایی با فضیلت دار است. بارک الله فیک. انا میقدر است. جزاک الله خیر، الله برکت. تشکر. باز شیخ روزی که شنبه میگن دور نماز تورات میکنه، دو رکعت نماز کدوم مسجد است شیخ جون؟ مدینه در کجا باشه؟ مسجد القباء سنت است. مسجد القباء بارک الله فیکم، رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز شنبه وضو میگرفتند، از مسجد خودشون پیاده میرفتند به اون مسجد القباء و نماز میخوندند. پیاده یا سواره میروید نماز میخونید. به طرف قبله اگر در مسجد نبوی به طرف قبله برآمده، به همون دروازه‌ای که در طرف قبله صحنه مسجد نبوی است راست روید، مسجد بلال است، از اینجا گذشتم دو تا راه است، هر دوش یکیش که راست روید به مسجد القباء میبرم. مسجد القباء در زمان قدیم بیرون از مدینه بود، لیکن حالا در داخل مدینه هست. میروید دو رکعت نماز میخونید و اینم اجر و ثواب و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم.